بازی قتل. فصل 5. مزخرفه، بده ببینم. آنت وصیت‌نامه را از دست پیپ قاپید و نگاهی به صفحه انداخت. بعد گفت: مرتیکه عوضی، واقعا هیچی برام نذاشته؟ من پسر بزرگشم، حتی برای کارکنانم یه چیزی گذاشته. پیپ رو به بقیه گفت: توی شومینه پیداش کردیم، یه نفر میخواسته نابودش کنه. تیکه تیکه شده بود. آنت برگه را داخل بشقاب خالیش انداخت و با حالتی تدافعی گفت: منظورت اینه که کار من بوده؟ زک گفت: انگار وضعت خوب نیست. آنت پرسید: چطور؟ برادران رمی به هم زل زدند. البته پیپ فهمید که هر دو می‌خواستند لبخند بزنند و از نقششان خارج شوند. سیبیل کج آنت هم همه چیز را بدتر می‌کرد. پیپ پرسید: چون پدرت هفته قبل وصیت‌نامه‌اش رو عوض کرده و اسم تو رو خط زده. امروز هم یه نفر یواشکی گاف صندوق رو باز کرده. یعنی می‌خواسته این سند رو نابود کنه تا از وصیت‌نامه قبلی استفاده بشه. آهان، تازه پدرت به قتل رسیده. بد جور دنبال پولی، مگه نه؟ آنت گفت: کار من نبوده. من یواشکی نرفتم سراغ گاف صندوق و وصیت‌نامه رو پاره نکردم. کارا اضافه کرد: هر قاتلی دقیقاً همینو میگه. پیپ نگاهی به یادداشت‌هایش انداخت. مگه نگفتی امروز صبح با پدرت بحث کردی؟ چون فهمیدی تو رو از وصیت‌نامه‌اش حذف کرده دعواتون شد؟ آنت با یقه اش ور رفت. نه، ما همیشه بحثمون میشه. جیمی سراغ کتابچه‌اش رفت و گفت: خب خیلی جالبه. حالا که پای بحث اومد وسط، باید بپرسم این آخر هفته کس دیگه‌ای هم صدای چیزی رو شنیده؟ هر چیزی که به خاطر قتل مشکوک یا عجیب باشه. لطفاً صفحه 2 کتابچه‌تون رو باز کنین. پیپ سریع به سمت صندلیاش رفت. شال خزدارش را کنار گذاشت و کتابچه را ورق زد. صفحه 2. در این قسمت رالف رمی میگوید دیشب صدای زنی را شنیده که پشت تلفن حرفهای خیلی عجیبی میزده. آن شخص شما بودید. باید اعتراف کنید. اما بگویید با خانواده‌ای که معلم خصوصی فرزندشان هستید بر سر قرارداد و روزهای کاریتان بحث می‌کردید. بقیه باید حرفتان را باور کنند. در مقابل به گروه بگویید پیش از این تماس صدای رالف و پدرش را شنیدید. وقتی از جلوی اتاق مطالعه گذشتید فهمیدید که آنجا هستند و بلند بلند بحث می‌کنند. رالف می‌گفت: من اون کارو نمی‌کنم پدر. نقشه مسخره‌ای دارید. هیچ وقت به نتیجه نمی‌رسید. و قصر در بره. پیپ ساکت شد و سرش را بالا گرفت. از گوشه چشم دید که کارا با دقت نگاهش می‌کند و لبخند می‌زند. پیپ کتابچه‌اش را به سینه‌اش چسباند تا او چیزی نبیند و از رازهایش خبردار نشود. چه چیزی می‌دانست؟ شاید هم پیپ فکر و خیال می‌کرد. بقیه باید حرفتان را باور کنند. حتما حرفش حقیقت نداشت. چرا سیلیا دروغ میگفت؟ چه چیزی را مخفی میکرد؟ حالا پیپ مجبور بود دروغ بگوید و مخفی کاری کند. آنت گلویش را صاف کرد. خب دیروز یواشکی به صحبتهای پدرم و خدمتکار گوش دادم. کانر روی صندلی صاف نشست. یادم پدرم بهت گفت از جشن تولدش وحشت داره. البته همگی دلیلشو خوب میدونیم، چون پارسال توی چنین روزی اتفاق خاصی افتاد. همه ساکت شدند. جیمی گفت: من نمیدونم پارسال چی شده. میشه یه نفر روشنم کنه؟ آنت رو به او کرد. خب بازرس، یه تصادف غم‌انگیز پیش اومد. حرکتی ناگهانی توجه پیپ را جلب کرد. زک یک دفعه از جا پرید و بازوی خودش را لمس کرد. حتما مگسی چیزی بود. آنت ادامه داد. کل اعضای خانواده به مناسبت تولد پدرم توی عمارت جمع شده بودن. بعد از ظهر
من و مادرم، روزرمی، به زمینای اطراف رفتیم تا قدم بزنیم. روز آفتابی و قشنگی بود. البته یکم باد می اومد. راستش نمیدونم چی شد. فقط یه تصادف خیلی وحشتناک بود. زک دوباره از جا پرید و ناخودآگاه به میز لگد زد. پیپ چشمها را تنگ کرد و از آن سوی میز نگاهش کرد. در عرض 30 ثانیه 2 بار این اتفاق افتاد. عجیب بود. پیپ به حرفهای آنت فکر کرد. صبر کنید. الگو را پیدا کرد. هر بار آنت کلمه تصادف را به زبان می آورد، زک از جا می پرید. از قصد بود یا پیپ بی جهت حساسیت به خرج می داد؟ آنت گفت من جلوتر از مادرم بودم چون چیزی ندیدم، ولی صدای جیغش رو شنیدم و به محض اینکه از صخره افتاد به سمتش چرخیدم. ارتفاع خیلی زیاد بود. دکترها گفتن دردم مرده بوده. سرش را زیر انداخت و آهی کشید. نمیدونم، شاید لیز خورد یا پاهاش به هم گیر کردن. فقط یه تصادف عجیب و وحشتناک بود. پیپ این بار آماده بود. سریع به زک خیره شد. او از جا پرید و انگشتهایش را روی گردنش کشید و یک لحظه به پیپ نگاه کرد. بله، از قصد بود. خیلی تکرار شد. پس اتفاقی نبود. حتما در کتابچه‌اش آمده بود که هر بار برادرش کلمه تصادف را به زبان می آورد، واکنش فیزیکی نشان دهد. چرا؟ خب، ظاهراً رالف رمی فکر می کرد مرگ مادرش اصلاً تصادفی نبوده. شاید حس می کرد بابی هولش داده و او را به قتل رسانده است. پیپ دفترچه‌اش را برداشت و سریع همه چیز را نوشت. آنت آرام گفت بعد مرگ مادرم پدر دیگه مثل قبل نشد. زک ضربه‌ای به پشتش زد. نه، خیلی عجیب بود. مادرمون هر روز با اونجا میرفت و پیاده روی میکرد. همیشه خیلی محتاط بود و هیچ وقت به پرتگاه نزدیک نمیشد. آنت موافق بود. درسته. ولی پیپ مطمئن بود که حرفهای زک معنای بسیار متفاوتی داشتند. او فکر میکرد برادرش او را کشته است. حالا پدرشان هم به قتل رسیده بود. عجب خانواده مشکل داری. همان بهتر که هیچ وقت آغوششان را به سوی سیلیا باز نکردند. جیمی با جدیت سری تکان داد. چه غم انگیز. دوباره روز تولد رجینالد عزادار شدید. آخر هفته کس دیگه هم چیز عجیب یا مشکوکی شنیده؟ زک دستش را بالا برد. همین بود. میخواست به سیلیا پشت کند. پیپ، آماده باش. زک نگاهی به کتابچه‌اش انداخت و با احتیاط گفت بله، دیشب دیر وقت بود. توی راهرو بودم. میخواستم برم و بخوابم که صدای زنونه‌ای از پایین شنیدم. به گمونم یه نفر داشت با تلفن حرف میزد. یکم فالگوش وایسادم. پشت سر هم یه سری عدد به زبون می آورد. مثل 5، 31، 12، 7. خیلی عجیب بود. مکث کرد. بعد صداش رو آورد پایین و نجوا کرد. راستش متوجه چیزی نشدم. فقط فهمیدم که کلمه خاتمه رو تکرار کرد. با نگرانی نگاهی به پیپ انداخت. صدای لیزی نبود. شک دارم آشپز بوده باشه. پیپ لبخند شیرینی تحویلش داد و گفت اگه میخوای منو متهم کنی بهتره با قدرت حرفتو بزنی. باشه، تو بودی سیلیا. چه کار میکردی؟ با کی حرف میزدی؟ الان حسابی خجالتت میدم. اصلاً هم مشکوک نبود. داشتم با کارفرمام حرف میزدم. پسردایی، تو هیچ وقت علاقه‌ای به کارم نشون ندادی. ولی همونطور که گفتم معلم خصوصیم و به بچه‌های یه خانواده پولدار درس میدم. مشخصه که مجبور شدم مرخصی بگیرم تا بتونم توی تولد دایی شرکت کنم. پس به کارفرمام زنگ زدم، راجع به قراردادم صحبت کردم و گفتم که کی برمیگردم. چون دلم نمیخواد به قراردادم خاتمه بده. اون عددا هم تاریخ‌های امتحانات ریاضی بچه بزرگش بودن. لورن به کمک شوهرش آمد و گفت نصف شب به رئیست زنگ زدی؟ خب به عنوان معلم خصوصی باید 24 ساعته درگیر کارم باشم لیزی.
البته تو متوجه نمیشی چون با پول خانواده شوهرت زندگی میکنی. کارا دستش را بالا برد و خندید. اوه ایول. پیپ آرنج‌هایش را روی میز گذاشت و چانه‌اش را بین دست‌هایش گرفت. ولی خوشحالم که موضوع حرفای مشکوک رو پیش کشیدی رالف، چون وقتی میخواستم با کارفرمام تماس بگیرم صدای تو رو شنیدم. کانر گفت آها جالب شد. به زحمت خودکارش را برداشت ولی چیزی ننوشت. توی اتاق مطالعه پدرت بودی، یعنی محل قتل. داشتید بلند بلند بحث میکردین. زک دست به سینه نشست و گفت جدی؟ اوه آره، تازه متوجه بعضی از حرفاتونم شدم. نگاهی به کتابچه‌اش انداخت. بهش گفتی من اون کار رو نمی کنم پدر. نقشه مسخره‌ای دارید. هیچ وقت به نتیجه نمی رسید. آخرین چیزی هم که شنیدم این بود. قصر در بره. میشه بگی چرا با کسی بحث می کردی که کمتر از 24 ساعت بعدش کشته شد؟ زک سعی کرد مثل شخصیت رالف پوزخند بزند، ولی گوشه های لبش بالا رفت و لبخندی روی صورتش نشست. بله میگم، داشتیم راجع به کار حرف میزدیم. خب هنوز با هم روی مسائل مرتبط با هتل‌ها و کازینوها کار میکردیم و تصمیم میگرفتیم. راستش این اواخر وضع کسب و کار زیاد خوب نبود و از طرف رقیب اصلیمون توی صنعت هتل و کازینوهای لوکس، یعنی خانواده گارزا، تحت فشار بودیم. کارا بینیش را بالا کشید و حواس پیپ را پرت کرد. شاید هم صدای دیگری بود. صاعقه یا ضربه خفه از بیرون. احتمالاً چیز خاصی نبود. زک هنوز داشت حرف میزد. همونطور که میدونین خانواده گارزا از قدیم و ندیم رقیب ما بوده. بعد از مرگ مادر عزیزم هم همه چیز خیلی بدتر شد. زک رو به بازرس کرد. مادرمون با همسر آقای گارزا دوست بود. ولی تازگی‌ها خیلی تو کارمون سنگ میندازن. چون ما بیشتر از اونا پول در میاریم. من و پدرم دنبال یه راهکار تجاری بودیم تا مردم همچنان سراغ کازینوی ما بیان و پیش گارزا نرن. ولی به توافق نرسیدیم. همین. معمولاً تو حوزه کاری با هم اختلاف نظر داریم، ولی همیشه آخرش درست میشه. پیپ پرسید پس برای چی گفتی قصر در بره؟ خب اون قسمت از حرفامون فرق داشت. پدر میگفت از یه نفر خواسته دفاتر مالی رو بررسی کنه. ظاهراً یکی از کازینوی لندن دزدی کرده. یعنی یکی از کارمندا. اعضای خانواده رمی به بقیه خیره شدند. آنت گفت هی به من نگاه نکنید. بابایی چند سال پیش منو اخراج کرد. پس کار من نیست. لورن پرسید دزدی توی کازینوی من؟ پیپ گفت منظورت کازینویی که مدیریتش دست تو لیزی؟ زک با سر تایید کرد. پس بهش گفتم قضیه رو بررسی میکنیم و نمیذاریم دزد قصر در بره. چیز مشکوک و خاصی نبود. دستهایش را بالا برد. پیپ دوباره آن صدا را شنید. شاید هم تصور میکرد. انگار از بیرون بود. رو کرد به پنجره. همه جا تاریک و سیاه بود. کارا پرسید چیه؟ فکر کنم یه صدایی از بیرون اومد. لورن غرور لیزی رمی را کنار گذاشت و گفت چی؟ مطمئن نیستم. همگی گوشهایشان را تیز کردند. صدای جاز زیادی بلند بود و مانعشان می شد. کانر فریاد زد الکسا موزیک رو قطع کن. موزیک قطع شد و پیپ گوش داد. سکوت سنگینی بود. نفسهای افراد، صدای حرکت زبان خودش، نفیر باد. بعد دوباره اتفاق افتاد. صدایی بلند سکوت باغچه تاریک را در هم شکست.